سلام دوستان عزیز، خدا نگهبان هر یک کدوم شما باشه. اولش پروردگار و شما هست که چقدر مردم نیازمند کمک میکنه، خیر میکنه، صدقه میکنه، راه میسازه. پروردگار از شما راضی باشه، ما از شما راضییم دوستان. الحمدلله ما سوق سلامت از خانه خدا از مکه مکرمه مدینه منوره الحمدلله سوق سلامت اومدیم. در مسکو در پراسپیک میر قرار داریم. پگاه روز شنبه ان شاء الله در همین پراسپیک میریم. برادرانی که میخوان هم صحبت شون بیان ما را ببینن میتونن همین زمزم مارکت همین پیش زمزم عمره ان شاء الله ده جمعه همینجا ما را دریافت میکنن. بیاین ان شاء الله آب زمزم آوردم زمزم بخوریم. خوب دوستان مهربان، ما ویدیو کرده بودیم که 30 چند کس در کاره 20 چند کس در کاره. دوستان مهربان 12 نفر دیگه در کار. روز اینمی اخیری ماه پرواز داریم. اخیری ماه پروازه با نگی خبر نکرده. بعد یک خوش خبر دیگه که خدمه که از همین شرکت زمزم مارکت ما زمزم عمره میره دوستان میتونه که $10,900 بروه 10,600 دلارش بروه. هر دوش کامفورتن. فرقیت چون چی هسته؟ فرقیت آنه ای که $1,900 خراق قطعه $1,600 به خراق. کامفورت خدمت رسانی همش همو خیل، فقط خراق نمیتیم $10,600. اما در این رسم ما $1,600 هم برده بودیم، $1,900 هم کدمه که $10,600 رفته بودن دوستان کمتر پشیمون شدن. برای دهم $300 که گفتیم اونجا خراکا کمتر تیزن. همی خیل ما وقتی که خراک میگیریم همو کمپانیا همو شرکت میفرمیم اوقاتای ترکی یعنی شویت که استول میگیم اما اوقاتای تیز نیستن، اوقاتای خوب میپزیم. با اون خاطر بچه‌ها میرن اوقاتای سوز نمیآون تیز شور خاک بسیار رفتن اومدن کسی میبینه ویدیو رو میفهمه میتونه $10,900 بره $10,600 یکی مقصد گراجدانی روسیه گراجدانی ازبکستان تاجیکستان قرقیزستان فرق نداره کدام گراجدانی خدمت که اگر رفتنی دوستان عزیز فرق نداره. نه وابسته که شما شهروند گیجو هسته 1900 1600 دوستان مهربان. رقمات در روی اکران زمزم عمره در خدمت شما دوستان. دیر نکنه 12 نفر دیگه هم دفعه من گفتم 6 نفره 7 نفره 10 نفر پیش این رسه که خودم رفتم اومدم بعد خفاگی کردم اکن نگرفته اکن موندی. دوستان مهربان 12 نفر دیگه این همی اخیری ماه پرواز است دوستان مهربان. با نگی که خبر نکردیم در خدمت شما زمزم عمره ما بره خدمت که شرایط داریم. من میلیون بار در هر یک ویدیو تاکید میکنم دوستان مهربان خدمت شرایط داره، امکانیت حج رفتن داره، همه زنگ بزنه همه بره. خدمت که نداره خداوند هر چی میگن سومدار تو کنه قرض حواله کنده تو کنه و خانه خدا را زیارت کنه. خدمت که امکانی نداره همین نماز جمعه نمازهای پنج وقته کارهای صالح و صالحه یعنی کارهایی که حرام نمیکنیم کارهایی که چی میگن همه وقت کاری خوب میکنیم کاری نیک خیر میکنیم همین هم حج حساب میشه برای ما. با اون خاطر دوستان مهربان خدمت شرایط داره همه بره در این کار یعنی که مبارزه برای که حاجیم بگن یا که اصول میگه مادریم نه حاجی بگم مادری فلانی رفت همسایه رفت قرض حواله کنم گاو مفروشم زمین مفروشم بعد فرزندان به زمین بمونن که حج برم نه حرکت کنه شرایط داره همه حج عمره رفته شوه. برای حج فرضی سوال داده شده حج فرضی با فیل ما نمیبریم امکانیت هم نداریم فقط حج عمره ان شاء الله این است که بروه ان شاء الله و برای دیگر نرخ نو معین میشه یعنی هر ریسی ما نرخو بازی میکنن وابسته به همو گسنسا و دلار همو ویزایی که همونجا با ما را چقدر قیمت چه وقت قیمتش می‌بینیم ارزون شوه ارزونش می‌بینن پیش یادتون باشه $2,200 می‌بردیم اما ارزون کردیم. مثلا این ریس ما $600 ارزون کردیم $1,600 بردیم بخورد و خوراک بچه‌ها خیلی بخورد و خوراک عذاب کشیدن این سوس باوجا رفتن خیلی با این قشنگ پیتن یک بچه‌ای که با قسم با پیتنی رفته ایبه خورده بودن. خلاص از این ویدیو را درست بعد کردیم اخیری ماه پرواز 12 نفر دیگه در کار $1,600 گراجدانی تاجیکستان ازبکستان فرق نداره دوستان مهربان زنگ بزنه 1673 که حسن در خدمت شما زمزم عمره خدمت که میویم پگاه روز شنبه ان شاء الله من خودم در همین پراسپیک میرستم بیاید در خدمت شما آب زمزم می نوشیم یا جای و صحبت خوب میکنیم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. خب مردم سربلند تاجیکستان مابین روزن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و آرامگاه حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق حضرت محمد صلی الله علیه و سلام آرامگاهشان جایی که قبرهاشان هستند سلام کدمی که گفته که سلام ما را به پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام برسان سلام کل مسلمانان را خصوصا مردمی سربلند تاجیکستان میرسونم سلام هر یک کدوم شما را به حضرت عمر
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میرسونم. حضرت محمد اینا نایستگی است. عمر فاروق، ابوبکر صدیق، خدا رحمت و مغفرتش کنه. السلام علیکم یا حبیب الله، السلام علیکم یا حبیب الله، السلام علیکم یا رسول الله. قبرها شده در ندیدشو نمیتین پنجره. یا الله، سلام همه مردم تاجیکستان رسانده به پیغمبر. کدومی که از ما خواهش کرده بود نام گرفتن نمیتونه متاسفانه. سلام دوستان، خدا نگهبان تو باشه. مسئله حج عمره گپ زدیم، خودتون دیدید دوستان. ما بگیم روز ویدیو را روز جمعه است، شب میپرتم ان شاء الله. روز شنبه من تا بگاه در همین جای حجامه در پرسپیک میرم. برادران مهربان، مادران مهربان، دوستانی که ما را دیدن میخوان یا که آب زمزم خوردنی هستن ان شاء الله بیان در خدمتیم. هم جای ما جای دعاخوانی هست، دعا میخونن، هم حجامه میکنن، هم دیگه خدمت رسانی با جای سرپسکنی دارن. برادران سرپس میکنن کدام مقصد برای پریم خیر و هم دیگه ان شاء الله آب زمزمی که از حج وردیم به خاطر خود به خاطر برادران می ان شاء الله نوش جان میکنیم. مسئله حج گفتیم که اگر که در ما کدام حجامه میکنه 2000 یک کس نونویس میکنیم، مثل که بچه‌ها را نونویس کردیم. این سیاه نویس مو بود. کدام بچه‌ای که در ما اومده بودن دیدن در طریق تو بعضیش خودش به دست خودش نویس، بعد با سفید نویس داشتیم که یکی گفتیم خود آدم یاد دزدیدن موندنه با دبالون نزنیم با شبا دایی تازه میگذروندیم. چون در همینجا الحمدلله همه برادران را گذروندیم، فامیلش را پول نستی ما تمام استاپ. روزی یک هفته پیش تمام شده بود کاری ما. من که در حج بودم گفتم دادارا صبر کنید خودم بیام ان شاء الله ویدیو میکنم. دوستان میگم اهمی یکم بسم الله صادق و بختیار سرکرگی اخیری نمرش 8510 تو هم خیر رفتگی یک قیامت ان شاء الله. شهرت ذکر الله و اخیرش 55 27 56 41 خلاصم کرد. الحمدلله 350 نفر که ما گفته بودیم پرشید. کدمش قرآن گرفت، کدمش مثال میگن نامش نویس. الحمدلله. خلاصه از اینکه ما آزمونه که سر داده بودیم فی سبیل الله به خاطر خدا بود. این آواز ما حجامه کرده استودیم 2000 آیم. میتونم تو پاش میتونم نمیتونم همون 2000 آیم. همین حجامه ما 2000 استودگی بود. ما از سر همین 2000 خن 500 سومی خواستیم که به خاطر خدا به حج یک کس روان کنیم. تو زواقمان شوا هم کلین شوا هم دیگه بیاین هم دیگه کس ثواب شوا حج بروا. در تیوپلیستان باشه 2500 بود. یک سال شد همون 2500 نه خو نه پس نه بلند 2500 بود. در لوبلینا هم 2000 بود. مقصد در دیگر جا 2000. خلاصه از اینکه دوستای خدا پرشید الحمدلله دیگه ما برای حج نمینویسیم. اما ما وعده داده بودم که بعد حج تصمیم میگیرم کدمی که اگر تاجیکان حجامه پرسپیک میره فقط در نظر یک خشرو گوش کنید. تاجیکان حجامه پرسپیک میره یگان سوم زیاد نمیشوه. توفا بعضی محل میشوند ان شاء الله. ممکن است ما در ویدیو پگا اگر با ویدیو کنیم در پگا بگیم چی توفا خوش میشوند. کدمی که تاجیکان حجامه پرسپیک میری ما میاد ان شاء الله. ما تصمیم گرفتیم که بعدی که این حج بچید این حج از من بگم میزنم بعدی حج بچید یک کس چیکار میکنیم حج کرایه کردیم با تصمیم میگیریم برای تاجیکستان. ما را مادر اهل بیت و پدر و زندگی ما در تاجیکستان الحمدلله گرچند در شهر غریبی هم بگردیم میخوایم که یک معیوب خانه یعنی یک معیوب خانه هم تاجیکستان که کودکای معیوب هستن نابینا هستن شنوا نمیشنون بعضیاش همونجا را یک هدیه کلونی خوب کنیم. هدیه کلونی خیلی خلاصه فکر میکنیم واسه با مبلغ جمع شدگی طول 2 ماه دیگه ان شاء الله ما جمع میکنیم مبلغ ای سری همین 2000 دوستان خدا نه زیاد مینم با نه کم با نگیرش کنکورس که در همین دل جگر ما خورده حتی بعضیاش ویدیو کردن بعضیاش با قاری عبدالوهاب با سوال دادن که الحمدلله جوابی خوب گرفتن دانشکن گرفتن. یعنی به حالتی که وای گفت که در حالتی که اگر حجامه از زیاد کرد 2000 به 2.5 تاش کنه باشه حرام میشه. ما که زیاد نکردیم الحمدلله. تیوپلیستان هم حالا مقصد زیاد نکرد 2.5 به 2.5 دوای ایستاده بود دما به 2 ایستاده بود. با اون خاطر باز میگم من زیاد نمیکنم. من میخوام که ثواب شوه همین که کلینتم شوه. من از سری همین حوز 2000 خدم ان شاء الله طول 2 ماه سوم جمع میکنیم 500 روبلی اگر بگیم 400 روبلی ای سری حجامه
کدم حجامه میاد الحمدلله بیای مرحمت میخوام همین سوم جمع کنم یک معیوب خانه تاجیکستان انشالله با یک توفه خوب یا یک خوراک خوب یا لباسای خوب خلاصه او برادرها هستن فکری خوب میکنیم انشالله همیا ما چیکار میکنیم فکر اندیشه میکنیم ویبر می‌نیم ناحیه‌اش رایونش کدامش بسیار تو تاجیکستان در شهر دوشنبه کلوبای باختر یا که غرمای نمیدونم پامیرای نمیدونم وانجای که جایش که باشه همونجا جایش که نیازمندتر است همونجا انشالله انتخاب کرده شهر دوردست همونجا بریم سهم خودمون احسای تاجیکان حجامه پرسپکت میگذاریم دوستان گرامی. خوب این مسئله اینه ای بچه‌هایی که باید ما حاضی آزمون بگذاریم گفته بودم که با فتوا است یعنی که حرام نیست برادرها قطعی خوب ما صحبت میکنیم که چی نمود باید گذرانده چی نمود باید خوراکشی کرده شود که با پگر روزنگا انا پخوش با کنکورسش کردن انا ای شبیه با کنکورس ای هم کنکورس حساب میشود ای به طرز خوراکشی اسلامی شود همین یک کس ویبر کنیم که یگان گودک میان میگیرش یا که نمیدونم خلاصه او اکابو خوبتر میدونن و عدد داده بودن که ماشاءالله همون حالت ما اشتراک میکنیم کمک میکنیم در پرامو افیر گذرانده میشود و بعض با ویدیو کرده میشه عدل نکی همین با گذاشته شود تا همین از باره خدا شود من فقط دعا میکنم که شخص در این بغلطه که یعنی که نیازمندترین باشه و به خاطر خدا یعنی که در حقیقت حواس دیداری خانه خدا در دل وی جوش بزنه دعا میکنم همه شما بغلطه اما با من باز دعا میکنم بعدی پروردگار شخص بغلطه که نیازمندترین است در این که غلطید میتونه پدر شرایط کنه میتونه مادر شرایط کنه عمش خالش خواهرش اپش خچان روان یعنی که از تاجیکستان از اینجا با ما مشکلی نداره سم میگم که ما وعده دادیم که یک کس حج عمره روان میکنیم ان شاء الله و یک کس میره و سوخ سلامت میویه همه رسخودشون احسای ما یعنی رسخود خوردنشون حج کردن اومدنشون او خریدی که به خونهشون میکنه و ایش نه فقط خوردنشون جای خوششون ویزا همش احسای شرکت تاجیکان حجامه پرسپکت میره خوب دعا میکنیم پروردگار همه شما رو حاجی کنه صبور باشه انتظار افیر باشه خیلی با فکر اندیشهات رو در کامنتاری بنویسه که چی نمود باید گذرانده شود و رقمای ما در روی اکران 93 هست میتونه که زنگ بزنی اندیشهاتون رو بگی ما پگاه روی شنبه انشاءالله تا بگه همین جاییم در این مسکو در مترو پرسپکت میر در این تاجیکان حجامه خدمت که اگر سخن داری برادران مهربان برادران عزیز که بسیار در کامنتر بعضی یاد مینویسه پس بلند گپ داره بیاین اینجا در پرسپکت میر ای پیش صحبتی برادران کنی پلچه ما میگیری او زمزم میخری سون میگیم اگر مینوس داشته باشین در اون میگین خیر برادرم جمع میخرم نداشته باشین دعا میکنیم میریم ما همه مسلمانیم کلی بنده خطاکار است شاید خطا از طرف ما باشه باز هم بخشش خداوند حفظ کنه ویدیو را انتظار باشه ویدیویی که افیر میشه و ما خبر میکنیم یعنی که اگر ما شب افیر کنیم روزانه خبر میکنیم که بگاه فلان چیسلا افیر میشه آیدی حج عمره کی میگاته و ما خوش میکنیم در این برای که یک تحفه نشوه مردم مثلا 1000 شاید 10000 آدم جمع شوه انتظار شام کو کی میگاته یک از حج میشوه ان شاء الله بعد این 10 تا قرآن دیگه ما خوش میکنیم در همو آزمونی خونمون ان شاء الله و حرکت میکنیم با جای نماز تسبیح آب زمزم هم که این قوادم درآمد مثلا بیکار نشوه و بعد دعوت میکنیم خدمت که در حقیقتا میخوایی همون روز میتونی بیای در همجا اشتراک کنی در همون روز افیر ما که چند قدر ان شاء الله چیز نمیگذره خداوند حفظ کنه دعاگو باشه رحمت برای باوریتون برای که همه اکوام اومدن همجا نویس کردن خداوند حفظ کنه همه تا به خاطر اولاد دوست میدارم کلی بنده خطاکار اگر یگام خطای پس بلند گذشته باشه اس ام اس خدمت جواب نگیته باشم تلفن خدمت از همه شما بخشش میپرسم از کل مسلمانان و کل مردم تاجیکستان و شما را ما را به خاطر خدا ببخشید ما را شما را بخشیدیم ان شاء الله ما کوفی هستیم میبخشیم خداوند میگه ما بخشنده و بخشنده ها را دوست می‌دارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته